روزگاری گرگی لاغر و گرسنه در بیابون پرسه می‌زد. چند روزی بود که چیزی برای خوردن پیدا نکرده بود و از ضعف و ناتوانی به سختی راه می‌رفت. در همین حال چشمش به سگ قوی هیکلی افتاد که موهاش براق، بدنش پر بود. گرگ با تعجب پرسید: ای سگ، تو چطور اینقدر چاق و سرحال هستی؟ من که هر روز دنبال غذا میدوم، این تو لاغر و ناتوانم. سگ گفت: من صاحب دارم و او هر روز غذای خوب به من میده. من فقط شبا در خونه اون نگهبانی میدم و در عوض خوراک